مشکل رو ببینم این داخل من چه مشکلی داره. بیرون که نمیشه عوض کرد. همه میخوام بیرون رو عوض کنم، بیرون رو نمیشه. اینه که ما تلاش میکنیم با درونمون دوربین دیگری برداریم بندازیم رو خودمون. اون عشق هم پدیده باشکوه که هدیه خداونده، ارزانی شده به هر انسانی. این رو باید، این هدیه رو داد. ما همش میخوایم این هدیه رو باید ارزانی کرد به کسی دیگه و لذتش خود انسان ببریم. نگه نداریم عشق رو. یاد این گفتم میگه آقا من بزنم نمیگم دوست دارم، ممکنه پرگوشم. من صبح تا شب سعی میکنم به همسرم، به بچه‌م، به دوستم حتی دوستی که به من ممکنه یک ذره رنجونده باشه، من دارم سعی میکنم. حالا چقدر موفق میشم سعی میکنم با عشق، با زبان محبت یک جوری بتونم از دلش در بیارم، بتونم این عشق رو بدم، چرا که خودم آرام‌ترم. این رابطه عشق و رابطه خانواده. فردا دوست برادر عزیزم در جورج میسن یونیورسیتی ایرج شمسیان اونجا یک سمیناری داره و صحبت میکنه، روانشناسه. اگر دوست داشتید حتما سر بزنیم. یواشکی هم نگیم، بعضی موقع میخواد میگه آقا کسی نفهمه من مثلا ناراحتی دارم. باید آشکار. من خودم هم ایشون 9 سال پیش گفتم آقا معتادم. الان هم میگم معتادم ولی مصرف کردن خشمگین، کردن حسودی، اینها رو باید ما شناسایی کنیم. آینه است که ما باید جلوی خودمون بذاریم که من کردم، فکر میکنم تاثیر داشته باشه. ببخشید اصلا اهل نسخه پیچیدن نیستم ولی نمیتونم نگم.